سریع بریم سراغ آنباکسینگش ببینیم چی میشه. Let's go. خب الان این زاویه رو داریم. من اول تو دوتا دوربین نشونتون بدم. این بسته است. آره اینه اومده برامون، قراره که بازش بکنیم. من میخوام صداهام قشنگ بشنوید حال کنید. این باز شد الان. چجوریه چه در نمیاد. اوه توی یه پلاستیک خیلی عجیب و غریب گذاشتن. ببینیم که توی جعبهش چیزی نیست. فکر میکنم باشه همچنان. اوه همین اول اینا معلومه. شت چقدر بزرگتر از اون اندازه ایه که فکر میکردم. نگاه کنید و چقدر خوشگلن. اینجوری چی دوربینشون بدم. چقدر خوشگلن واقعا. فلزی هم هستن. نگاه کنید صدای فلز میدن. از نزدیک ببینیم با هم شکلیه. بذار ببینم تیزه آیا؟ نه تیز خیلی نساختن. بالاخره شمشیر واقعی که نیست. این از اولی. اوف اینجاشو ببینیم چقدر خوشگله. جدی خیلی خوشگله. خیلی خوبه. تو این دوربینم تو این دوربین بهتر میشد ببینی. اینجا کم و بیش. بریم سراغ سومی که یه شمشیریه که اگر این دوتا رو دیده بودید این سومی ها احتمال 90% اصلا ندیدید. و شمشیر بلید آف اولمپیوس، شمشیر اولمپیوسه. اینجاشو من خودم تا حالا ندیده بودم. درست چه باحاله. این بلید آف اولمپیوسه. اینجاش چرا اینجوریه؟ شمشیریه که باش میشه خدایان رو کشت. و کریتوس هم رفت تو کارش. تو این دوربینم ببینیم. آره این سه تا شمشیر بود. به زودی حالا بالاخره کانال که پیشرفت بکنه و بالاخره سابسکرایب بگیریم و اینا براتون. حالا بیشتر سابسکرایب مهم نیست، بیشتر اینکه کانال پیشرفت بکنه مانیتایز بشه. سعی میکنم حد اکثر هزینه رو بدم برای اینکه بهترین کاستوم ها اکشن فیگورای کریتوس خرم و بیارم براتون آنباکس کنم. این تازه کوچیکترین چیزی بود که میشد گرفت و اومد آنباکس کرد. به زودی چیزهای خیلی خفن‌تر و حرفه‌ای‌تر رو داریم. خیلی ممنون که این ویدیو دیدید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.